لغتنامه دهخدا تلفظ کلمه دشواری را در پهلوی به صورت دوشوار معرفی می‌کند. در اشعار ویس و رامین از شاهکارهای ادب فارسی و سروده فخرالدین اسعد گرگانی، شاعر قرن پنجم هجری که به گمان غالب ادیبان برگردان متنی پهلوی به شعر فارسی است، کلمه دوشوار را مثلا در بیتی به این صورت داریم: هر آنگاهی که دل از من بتابی، چو بازآیی مرا دوشوار یابی. تضاد موجود در این میان و نوع برخورد انتخابی جامعه بسیار جالب است. اگر کراوات به گردن، با درود به مهر ایزدی به جای بسم الله عوام، پشت چند میکروفون و زیر چشمان دوربین‌های متحرک عنکبوتی که تقلا می‌کنند تا شما را بسیار بلندتر از متر پزشکی‌تان نشان دهند، به جای واژه دشوار عوامان فراموش کرده فرهنگ کهن آریایی بگویید دوشوار، غیرت آریایی‌تان ضمانت سوگندها می‌شود. اما وقتی به جای پوسترهای از فتوشاپ گذشته ستونهای سر به فلک کشیده تخت جمشید، خرابه‌های یک سرنوشت ستم دیده تصویر پس زمینه گفتارتان باشد و ترس فرو ریختن تنها ستونهای باقی مانده از تنها سرپناه زمینیتان توسط شهرداری شهر مردمتران شما را به کاخ دیدن کوختان بکشاند، آنگاه به عنوان نماد سادگی و شیرینی زبان شما را در اوج نشاط غمتان به تصویر می‌کشند و شما می‌شوید ابزاری برای پر کردن حفره‌های ذهن‌های مرده‌ای که توان خلق طنز بدون کشتن را ندارند.